بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بینندگان ارجمند، کنون وقت تخم است اگر پروری، گر امید داری که خرمن بری. در پیش روزهای غیر عادی داریم، روزهایی که در طول سال در میان 360 روز سال مثلش نیست. دهی ذوالحجه، روزهایی که خداوند نفحات لطف خود را به ارزانی در اختیار بندگان میگذارد تا بندگان از لطف و رحمت خدا بهره‌مند گشته به طاعت و عبادت مشغول شوند و اجری فراوان به دست آورند. موسم تجارت با خداست، موسمی خیلی سیر درآمد، سودمند و وقت مناسبی برای دوا کردن قلبها و تکمیل و پر ساختن ایمانها. خداوند عزوجل پس از سپری شدن ماه شریف رمضان که فرصت ایمانی دیگر است، باز این روزها را انتخاب کرده، فضیلت بخشیده، در اختیار بندگان گذاشته. چون شاید بنده گوید رمضان سپری شد و چندان استفاده نبردم، شاید تأسف خورد که کاش از رمضان به شکل بهتری استفاده می بردم، شاید تأسف خورد، اما جای تأسف ندارد، زیرا در پیش باز 10 ذوالحجه دارد، 10 روز پربرکت ترین سال، 10 روزی که در فضیلت علما میگویند از روزهای رمضان دیده بزرگتر و شریفترند. شبهای رمضان البته بهتر از شبهای 10 است، اما روزهای این 10 در فضیلت مطلقا از همه روزهای سال با شمول رمضان دیده بالاتر و با فضیلت ترند. این روزها را در شهر 10 ذوالحجه نام میبرند، یعنی 10 روز آغاز ماه ذوالحجه با سال شماره هجری، یعنی 9 روز قبل از عید قربان همراه با عید قربان که 10 روز می شود. در آفرینش خداوند بعضی از موجوداتش را، بعضی از آفریده هایش را به بعضی دیگر برکت و فضیلت و برتری می بخشد. بنابراین این روزها را خداوند از میان روزهای سال فضیلت خاص بخشیده، امتیاز دیگری عطا کرده تا شوق و رغبت بندگان در طاعت بیشتر شود، تا همتشان در انجام عملهای صالح قوی تر گردد و از رحمت و فضل پروردگارشان بهره برداری نماید. دوستان عزیز، فضیلت و شرافت این 10 روز در آیات قرآن و در احادیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان گشته است. مثلا حدیثی که امام ترمذی روایت کردند، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: ما من ایام العمل الصالح احب الى الله تعالی من العشر ذی الحجه، فقالوا ولا الجهاد یا رسول الله؟ قال صلی الله علیه و سلم: ولا الجهاد فی سبیل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند هیچ عمل نزد خداوند محبوب تر از عملهای 10 ذوالحجه نیست. نزد پروردگار عملهای 10 روز محبوب ترین، دوست داشته ترین. یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیدند ولا الجهاد فی سبیل الله، حتی جهاد در راه خدا که قله بلندترین دین است، اگر انسان در بیرون این 10 انجام دهد برابر با عملهای این 10 شده نمیتواند؟ گفته پرسیدند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند حتی جهاد در راه خدا برابر با عملهای این 10 بوده نمیتواند، مگر یک نوع جهاد که انسان با مال و نفسش در راه خدا براید و دیگر بر نگردد. اما دیگر انواع جهاد که انسان در راه خدا نبرد کند، صحت و سلامت برگردد، عملهای 10 ذوالحجه از این نوع جهاد حتی بالاتر و برتر است. گفتند فضیلت دیگری که در این 10 وجود دارد این است که در داخل این 10 روز روز عرفه قرار دارد، یعنی یک روز قبل از عید قربان که روز عرفه نام دارد که حاجیان در کوه عرفات وقوف میکنند. برای حاجیان و برای غیر حاجیان این فضیلت و شرافت دارد. بزرگترین روز سال است، روزی که هیچگاه شیطان را خوار و ذلیل آنگونه که در این روز دیده می شود دیده نشده، روزی که در شأن و شرف آن پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام مسلم روایت کردند فرمودند هیچ روزی نیست که خداوند بندگان را از آتش دوزخ آزاد کند آنگونه که در روز عرفه آزاد میکند. ما من یوم اکثر من ان یعتق الله عبدا من النار من یوم عرفه،
در روز عرفه خداوند به رحمت و به کرمش بندگان زیادی را از آتش دوزخ رهایی میبخشد، نجات مینویسد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند انه لیدنو ثم یباهی الملائکه یقول ما یرید هؤلاء. خداوند عزوجل به بندگان در این روز نزدیک می شود و نزد ملائک فضیلت آنها را نشان می دهد و می گوید ما یرید هؤلاء، آنها چی می خواهند؟ ملائک در جواب می گویند آنها رضای تو را ای پروردگار می خواهند و خداوند ملائکه ها را شاهد قرار می دهد که من آنها را مغفرت کردم. دوستان گرامی، روزه داشتن روز عرفه فضیلت و شرفی مخصوص دارد. برای کسانی که در حج قرار ندارند، برای غیر حاجیان، روزه داشتن روز عرفه یعنی یک روز قبل از عید قربان در شأنش در بارش احادیث خیلی زیاد آمده، مژده مغفرت گناه آمده. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی که آن را امام مسلم روایت کردند که ایشان را از روز عرفه پرسیدند. سئل النبی صلی الله علیه و سلم عن صوم یوم عرفه فقال یکفر السنة الماضیة والباقیه. روزه داشتن روز عرفه گفتن گناهان یک سال گذشته و یک سال بعدی را محو می سازد. یک روز روزه داشتن سبب مغفرت 2 ساله گناه بنده می گردد. سر فضیلت این 10 ذوالحجه آنگونه که علما بیان کردن، از جمله امام ابن حجر در فتح الباری بیان کردند که سبب در این است که امهات عبادات اسلام، یعنی عبادت‌های اساسی و شعارهای اسلام در این 10 جمع شده، نماز و روزه و صدقه و حج و قربانی، و که در دیگر روزهای سال این گونه امتیاز، این گونه خصوصیت دیده نمی شود. بنابراین این روزها فضیلت و شرافت کسب کرده که طاعت‌های زیاد و طاعت‌هایی که شعارهای اسلام محسوبند در این 10 روز انجام داده می شود. دیگری از فضائل این 10 این است که خداوند به آن در سوره فجر قسم یاد کرده، سوگند یاد کرده، والفجر و لیال العشر. مفسران گفتند منظور از این شب‌های 10 گانه شب‌های 10 ذوالحجه است که خداوند وقتا به چیزی از مخلوقاتش قسم یاد کند، این دلیل بر شرف و بزرگی آن چیز است. از امام ابو عثمان نهدی روایت شده که میگفتند سلف صالح پیشینیان اسلام 3 دهه را بزرگ می داشتند، آن را استقبال می نمودند و از آن بهره برداری ایمانی می نمودند. 10 روز اخیر رمضان، 10 اخیر رمضان و 10 روز ذوالحجه و 10 روز اول ماه محرم، یعنی این 3 دهه برای سلف صالح روزهای مخصوص و روزهای یعنی پرشرف بود و از آن کوشش میکردند خیلی خوب به طور شایسته و باید بهره برداری کنند. اگر سوال شود که این 10 روز مادام با این همه شرافت و فضیلت بوده، دارای این همه برکات و این همه شرف بوده، چه عملها میباید انجام داد؟ دوستان گرامی، اولین عملی که کس میباید انجام دهد، حتی این 10 روز را با آن عمل استقبال کند، پیشواز گیرد، این توبه نمودن است. با خداوند اعلان توبه کند از آن عملهای زشتی که شاید مرتکب شده، شاید نامه اعمال خود را آلوده کرده، بعد از رمضان توبه کند، دست کشد و صفحه جدیدی از عمر خود آغاز کند و عزم اراده کند که به گناهان دیگر بر نمی گردد. چون بنده با این عزم اراده به 10 روز رو می آرد، البته که از شرف و از برکات این 10 روز بهتر بهره‌ور می گردد. عمل دیگری که می توانیم در این 10 روز انجام دهیم این روزه داشتن است، البته به استثنای روز عید که روزه داشتن ممنوع است. 9 روز این 10 را تا 1 روز قبل از عید می توانیم روزه داریم. نه تنها روز عرفه را، البته اگر توانیم اختیاری است، البته روزه نفل است، از بس که عمل در این 10 روز محبوب ترین عمل ها نزد خدا محسوب می گردند، روزه داریم تا روزه های محبوب ترین در نامه اعمالمون ثبت گردد. عمل صالح دیگر که در این روز می باید آن را بیشتر کنیم، البته همه روز سال باید این عادت را، این عمل را داشته باشیم، اما در این 10 روز آن را بیشتر نماییم، این تلاوت قرآن است، با کلام الله باشیم، هر قدر بیشتر با مصحف باشیم و تلاوت قرآن نماییم. عملی دیگر که می باید خیلی مراقب آن باشیم نگه داشتن زبان از بدگویی هاست، از فحش و از دشنام و از غیبت و از هر عملهای زبانی که خیلی زیاد است و ضررش بر بنده خیلی شدید است. می باید از آن عملها زبان را
نگه داریم و در جای سخنهای بیهوده، مجلسهای طولانی و قیل و قال، بهتر از زبان را به ذکر و به تسبیح مشغول سازیم. اینچنین نمازهای نافله خواندن، چه در روز باشد چه در شب، نمازهای نفل را بیشتر انجام دهیم و عملهای دیگر که وابسته به مناسبت با آدمان است، به والدین مخصوصا بیشتر مهربان باشیم، نکویی والدین نماییم. بر والدین که از بزرگترین عملهای صالح است، در این روز البته باز بزرگتر و بازم عملی پر اجرتر است. با والدین مخصوص مناسبتی مهربانانه، خدمتی بیشتر نماییم و اونها را زیاد شاد نماییم. البته شاد نمودن والدین گفتیم این مخصوصی حالتی نیست که آنها در قید حیات باشند. اگر هم از دنیا گذشته باشند، برای آنها دعا کردن این باعثی شادی فرح آنها میگردد. قرآن خوانیم، برایشان ببخشیم و البته ثواب تلاوت قرآن به گذشتگان میرسد و البته آنها شاد میشوند. این چنین بیماران را عیادت نماییم. در هر دهه، در هر کوچه امکان دارد کسانی در حالت بیماری باشند. عیادت بیمار نمودن از عملهای صالح است که در همه وقت سال البته ثواب و اجر بزرگ دارد، اما در دهه اخیر توانیم این عمل را نیز انجام دهیم. عمل دیگری که می توانیم در این 10 روز انجام دهیم و رضای خدا به دست آوریم، دست کمک به بینوایان و فقیران دراز نماییم. صدقه نمودن در این 10 روز ذوالحجه فضیلت خاصه دارد. داخل نمودن سرور و فرح بر قلب محتاجان، فقیران عملی خیلی بزرگ است. در عوض خداوند بنده را در روز آخرت شاد و مسرور می‌گرداند. وقتا به قلب یک محتاج محزون شادی وارد می‌کند. این چنین در این 10 روز می‌باید از احکام قربانی، از آداب قربانی بپرسیم، بیاموزیم و برای روز قربانی آمادگی گیریم تا احکام آن را دانسته، فضیلت‌های آن را دانسته، این عبادت، این شعار اسلام را اجرا نماییم. عمل دیگری که می‌توانیم در این 10 روز انجام دهیم، با اعضای خانواده در خانه این سنت حسنه را، این عادت نیک را احیا نماییم، طاعت‌های دست جمعانه انجام دهیم. مثلا جمع شده با فرزندان و با برادران مثلا تلاوت قرآن نماییم یا ذکر کنیم. در عوض اینکه با تماشای نمیدونم فیلم و دیگر چیزها مشغول شویم، در یک جایگی در حال دست جمعانه یکدیگر را کمک نماییم یا درس نماییم، طاعت‌های یک جایه انجام دهیم. عملی دیگری که مناسب این 10 روز است، مناسب موسم حج است، این است که از قصه حضرت ابراهیم خلیل الله و فرزندش اسماعیل علیه السلام بیشتر آشنایی پیدا کنیم. برای فرزندان این داستان را قصه کنیم یا خود با این داستان جستجو کنیم، بخوانیم و بشنویم، چون که این 10 روز اصلا موسم حج، عبادت حج به روزگار این پیامبر خیلی ربط دارد و از حیات این پیامبر بزرگوار که امام توحید است، پدری پیامبران است، درس‌های ایمانی آموزیم. چگونه به امر الهی تسلیم شدن، چگونه وفادار بودن و چگونه بیچون و چرا هر امر الهی را اجرا کردند و از امتحان‌های بزرگ الهی گذشتند. باقی در حفظ و امان خداوند باشید.